صحابه ما اگر با 4 تا خلفای راشدین من توهین کنه جایشون جهنم است. این احادیث خونده یا نه؟ حدیث از کدوم کتاب است؟ در کجاست؟ اول یار پیغمبر کی است؟ آقا جان موضوع رو عوض نکن. یک لحظه، شما یک موضوع رو مطرح کردین که هر کسی صحابه پیغمبر رو بگه فلان فلان شما مارین جهنمی میشینی. کجا آمده که نام کتاب بگو من برات بیارم. بچه من تفسیر آقای بلخابی رو بزرگ میکنم، خودم برم یک وضو بگیرم میام، شما صحبت کنید عزیزم. تو وضوت بگیر، بدون وضو صحبت نکن. دوستان عزیز با اجازه شما. خب الان نه حسام یک لحظه صبر کن ما با این صحبت میکنیم. بفرما اون موضوعی که گفته از کدام کتاب خوانده شما؟ تو ای اهل بیت تو یعنی سید که یعنی اولاد امام حسن امام حسین وقتی که حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بود، این 4 تا صحابه کرام خلفای راشدین، در این مورد شما فقط دستی حضرت علی میگیری، بعد دیگه همه صحابه پیغمبر علیه الصلاة و سلام توهین میکنید. نه یک لحظه یکی نه بخشای مختلف باز نکی یکی سر خلافت بحث میکنی یا سر بحث میکنی کیا اهل بیت بود؟ سر کدامش بحث میکنی؟ اهل بیتش خب معلوم است، اهل بیت که اولادی امام حسن امام حسین است، حضرت عباس. خب تمام شد. حالا شما یک دانه روایت از پیغمبر برای ما بیار که ابوبکر عمر خلیفه باشه. بسم الله. از هر جایی که میاری، از شیعه میارین، از کتابای خودتان میارین، پیغمبر گفته باشه ابوبکر عمر عثمان خلیفه بعد از من هستن. خلیفه نه، خلفای راشدین. هم خلفای راشدین هم بیارم. هم خلفای راشدین هم سند ندارم و روایت. ببین او سند داره، همه چیز داره. خب بیار دست گوش کو، شما اینقدر دستتون بالا گرفتین. من یک سوالی کوچیک ازت میپرسیم جناب. نه خب سوال ما رو جواب بدی، بعد سوال ما جواب میدیم. یک دانه سند بیار از پیغمبر. دین خودتون ببین، اگر تو خودت دین خودتون اگر تو برای ثبوت رسوندی که اصلا تو مذهب نداری، تو مذهب خودتون به ما بحث عوض میکنه. کجا میری جناب؟ تو مذهب نداری؟ حالا مذهب ابو حنیفه را گنج بکشم آبرویت میره. تو به ما بگو تو مذهب داری، تو ابو حنیفه را. بله ما پیرو پیغمبر اکرم به خود به امیر المؤمنین میگه یا علی انت و شیعتک یوم القیامه راضیون و مرضیون. در کتاب شما هست. برادر آقای بلخابی سلام خدمت شما. این برادر خان چه میگه؟ این بیشتر میگه وضو، آقای حبیب میگه بریم وضو بگیریم، آقا برو وضو بگیر. خب وضوی تو چی رقمیه؟ نه یک لحظه نه بس آواز نکنی. یک لحظه سر موضوع خلافت حدیث داری از ابوبکر یا که من حدیث از پیغمبر بیارم که علی بن ابی طالب گفته خلیفه است؟ ما دارم، ما نمیتونیم صفحه خب نام کتاب بگو من برات بیارم. حدیث چیه؟ خلفای راشدین؟ حدیث قدسی رو بیار. حدیث قدسی نامش چیه؟ حدیث قدسی است نامش. خب قدسی. خب شماره حدیث بگو من برات بیارم. شماره حدیث چنده؟ تو حدیث قدسی رو بیار، صفحه 162. از کدام کتاب؟ حدیث قدسی. دوستان تو ده او چه حدیث قدسی نام کتاب چیه؟ عالم نیست. عالم نیست. تو عالم هستی خو شما. آقا جان نام کتاب چیه؟ هم حدیث قدسی را که تو خواندی نام کتاب چیه؟ تو که حدیث قدسی را نمیشناسی. آقا جان تو حدیث قدسی را یک کتاب آمده دیگه، یا کتاب بخاری یا مسلم یا کتاب ابو داوود اینا آمده دیگه، یا ابن ابی شیبه مستدرک علی الصحیحین. نام کتاب چیه؟ اگر تو به حدیث قدسی خبر نیستی دیگه الکی به مردم توهین. آقا جان حدیث قدسی رو من میدانم. حدیث قدسی حدیثی را میگه که از جبرائیل به پیغمبر اکرم آمده باشه. شما دارین در بخاری دارین حدیث قدسی، مانند حدیث قدسی حدیث خیبر. شما فقط همین لایف رو درست میکنین، میخواید تفریقه رو بندازی و بله ما آمدیم اینجا ابوبکر عمر رو بسوزانیم و پیروانش هم مانند تو که عمل سخته رایی هستی. من که نمیتونه بسوزی، تو خودت عمل سخته رایی هستی. حدیث قدسی میگه. حدیث قدسی یعنی که مردم باید میخنده. خودتون
نمیتونی به ما مسلمان ثابت کنی. آها خودت ثابت نمیتونی کنی. خودت مسلمان ثابت حالا من مسلمان ما در دین من شما کافر هستم ما بچه تو چت ولش کن با یک